بعضی از مقام‌های روسیه گفتند که برنامه کاهش حضور مهاجران کاری از جمله شهروندان تاجیکستان را در اقتصاد این کشور روی دست گرفتند و همساله تعداد آنها در بخش‌های مختلف کم می‌شود. اما کارشناسان تاجیک چنین ادعای مقام‌های روسیه را با در نظر داشت کاهش چشمرس اهالی کارشایان محلی افسانه بیش نمی‌دانند. با نوشته خبرگزاری اینترفاکس روسیه، اولگا گالادتس، معاون نخست وزیر آن کشور گفته است باید اقدام برای کاهش جلب نیروی کاری خارجی به بازار مهنتی روسیه ادامه داده شود. او افزوده است حالا در روسیه برنامه جدی محدود ساختن جلب نیروی کاری خارجی روی دست گرفته شده است. به عنوان مثال اگر سال 2015 در نقلیات جمعیتی حضور راننده‌های کشورهای خارجی 50% را تشکیل میداد، فعلا این رقم تا به 28% کاهش داده شده است. خانم گالادس افزوده است در بخش سودا حضور فروشنده‌های خارجی در سال 2015 تا به 25% می رسید و حالا این رقم تا به 15% پایین آمده است. ما را ضرور است که این رقم ها با نظر داشت نیاز اقتصاد روسیه باز هم پایین برده شود، تاکید کرده است اولگا گالادتس، معاون نخست وزیر روسیه. همساله حدود 1 میلیون اهالی قابل کار تاجیکستان در جستجوی معاش مناسب عازم منطقه‌های مختلف روسیه می‌شوند. گفته می‌شود بخش از آنها محض به عنوان راننده و فروشنده‌های بازار و فروشگاه‌ها فعالیت می‌کنند. به این دلیل سوال به میان می‌آید که در سال‌های آینده مهاجران کاری تاجیک در پیدا کردن جای کار در روسیه با مشکل روبرو خواهند شد. رحمان اولماسوف، تحلیلگر مسائل مهاجرت تاجیکان، روز 4 مارت در صحبت با رادیو آزادی چنین اظهار نظر معاون نخست وزیر روسیه را بی پایه عنوان کرد. زیرا به قول این تحلیلگر تاجیک روزهای اخیر در گفته‌های مقامات بلندپایه روسیه در مورد جلب نیروی کاری خارجی اختلاف‌های مشاهده می‌شوند. نعمت‌الله میرسیدوف، خبرنگار تاجیک نیز گفت مقامات روسیه بارها تصمیمشان را در مورد کاهش مهاجران کاری اعلان می‌کنند اما به هدف خود نمی‌رسند. اما چند پیش سومنگل تقوی‌زاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی ماه ینور از کاهش تعداد مهاجران کاری تاجیک به روسیه خبر داده بود. گفته وی در سال گذشته تعداد عمومی مهاجران مهنتی از تاجیکستان به روسیه 6% کاهش یافته است که سبب اساسیش مشکلات اقتصادی در این کشور بوده است. تحلیلگر رحمان اولماسوف سبب کاهش تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه را به افزایش تعداد تاجیکان ربط داد که شهروندی روسیه را دریافت کردند. با اطلاع او صدها هزار شهروند تاجیکستان همزمان شهروندی روسیه را گرفتند و این رقم همساله به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. او گفت تاجیکان در فهرست اقلیت‌های روسیه حالا در موقع 8 قرار دارند.